برنده جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. در سال 2020 از نامیناسیون از یاد کردن و خواندن آثار ادبیات جهان از گروه تربیت‌گیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تا مکتبی و میانه عمومی به نصرالدین و رعنا نصیب گردید. فرزانه دختر تاجیک، زی دختر دانشمند تاجیک که هم در سخن گفتن، هم در شعر از یاد کردن و هم در مطالعه آثار معاصر و کلاسیک زحمت زیاد کشیدند و امروز غالب آزمون گردیدند. ما از صمیم دل خواهر عزیز را به این موفقیت کامیابی تبریک میگیم و برایشان سلامتی و برای کار آرزو می نماییم. سراول مینداری صمیمی خود و کل اشتراکداران آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است را با اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان میکنم که 2 سال است در تمام آسیا آوازه انقلابی مدنی تاجیک و تاجیکستانی است. فروغ صبح دانایی بهار معنوی ما و شماست و این همه بهار، این همه طلوع، این همه تجمل و این همه سلسله نصرتمندی برای همه ما و شما، برای کل مردم شریف تاجیکستان فرخنده و نصرت پای باشد. تشکر زیاد. یک جهان تشکر از خودی بیان اندیشه، فکر، تحلیل، افاده متن سخن. معلوم است که خواهر عزیز خیلی زحمت کشیدند، استادا تلاش کردند، پدر و مادر مهربان برای به این موفقیت کامیابی رسیدن و خواهر ما کمک کردند و خوشبختانه ظفر نصیبشان گردیده است که ما بار دیگر مبارکباد بگوییم. در فراورد این چاره‌بینی بسیار فرهنگی می خواهم تاکید نمایم که بین منطقه ها نیز آزمون دور 4 جنبست کردید و جای یکم نصیب شهر دوشنبه گردید که ما تبریک میگوییم. جای دوم نصیب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان. جای سوم نصیب ولایت سوخت. جای 4 نصیب نایه های تابع جمهوری و جای 5 نصیب ولایت مختار کوهستان بدخشان گردید. ولی از ناامیدی بس امید است. باوری کامل داریم که در سال 2021
که 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت تجلیل می گردد و فروغ صبح دانایی کتاب است که فرزند معنوی پیشوای معظم ملت و حساب می روند. تمام دوستداران شعر و سخن باز هم بیشتر و زیادتر رو به مطالعه کتاب و از یاد کردن آثار گرانبهای ادبیات کلاسیک و معاصر مشغول می شوند و جشن پرشکوهی که پیشوای معظم ملت تاکید میکنند که بزرگترین جشن ما جشن استقلال و آزادی است، با تحفه های ارزنده این جشن را پیشواز میگیرند. بار دیگر به همه اشتراکچیان دور 4 آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است یک جهان سپاس میگوییم و افتخار میکنیم که در فضای آرام و آسوده عمر به سر میبریم. افتخار میکنیم که وحدت کامل در تاجیکستان پابرجا است و امروز در پی عملی گردیدن سیاست پیشوای معظم ملت همه یک جای کار و فعالیت داریم و باوری داریم که جشن 30 سالگی استقلالیت را با تحفه های ارزنده پیشواز میگیریم. باز هم آزمون مبارک باشد. هموطنان، هم دیاران و اشتراکچیان چاربینی امروزه سلامت باشید، سربلند باشید، موفقیت یارتان باشد.